نشر تازه ترین فیلم عجیب و غیر قابل باور لطیفه عزیزی آیا با واقعیت در فیلم های امریکایی نقش ایفا کرده است؟ دلیل پوشیدن لباس های غیر اخلاقی لطیفه عزیزی چی بوده است؟ لطیفه در کدام کشور است؟ حمایت مالی توسط چی افراد می شود؟ و درآمد میلیونی لطیفه عزیزی کاملا و دور از تصور. من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدن این کانال. اگر دوست از کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. لطیفه عزیزی هنرمند جوان، چهره شناخته شده، محبوب و مطرح در میان مردم افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. لطیفه عزیزی عاشقانه آهنگ می‌سراید و با اشتراک در برنامه ستاره افغان توانست مقام هنری خوب کسب کند. چند وی این زمان نتوانست در برنامه ستاره افغان خوب بدرخشد، ولی حمایت مردم بود که وی توانست مقام چهارم را در این برنامه رقابتی از آن خود کند. بعد از ختم برنامه ستاره افغان لطیفه عزیزی چندین آهنگ سرود و کنسرت های برگزار میکرد. بعد از تحولات سیاسی حاکم در افغانستان مانند هزاران افغانی دیگر لطیفه عزیزی هم رخت مهاجرت به کشور امریکا است. در کشور امریکا مورد حمایت گسترده افغان ها قرار گرفت و دوباره به کارهای هنریش ادامه میداد. این همه در حال است که لطیفه عزیزی در کشور امریکا کاملا هنر موسیقی را ترک کرد و به مدلینگ روی آورد. تصاویر وی در صفحات مجازی نشر می شود که وی برای برندهای مختلف در امریکا مدلینگ می کند. این همه در حال است که لطیفه عزیزی تازه تصاویرش به نشر می رسد که وی در بزرگترین فیلم امریکایی نقش ایفا کرده است، اما لباس های برهنه وی موج انتقادات را به همراه داشته است و انتقاد شدیدی از طرف دوستداران و طرفدارانش شده است. ولی هر انسان خودش می داند و زندگیش. شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر دوست دارید از کانال دنیا اینفو باشید پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.